بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما شما تفریق کلمه‌ها را که در تفریق می‌کنیم. تفریق کلمه‌ها عبارت است که از مفروق منه مفروق را تفریق می‌کنیم. یا اینطور می‌گیم که مثلا علامات مفروق را تغییر می‌کنیم. اگر مثبت بود منفی می‌کنیم، اگر منفی بود مثبت می‌کنیم. و یا مثلا گفتیم که مفروق معکوس جمعی می‌کنیم. معکوس جمعی می‌کنیم وقتی مفروق منه بر جمع می‌کنیم. این معنی یک سوال داریم و شما این عمومی حالت تفریق داریم که 4 منفی 3. اینمی حالت را 4 ما شما مفروق منه می‌گوییم. مفروق منه یعنی از مثلا از یعنی میاد تفریق می‌کنیم. چی ازش کس رو ما تفریق می‌کنیم. و اینمی چی میگیم؟ مفروق که تفریق میشه. و اینمی چی میگیم؟ حاصل تفریق. من اینمی کلمه‌ها طرف کلمه می‌گیم. در کلمه ما شما دو تا کلمه داریم، کلمه A و کلمه B. اینمی که ما شما تفریق می‌کنیم مشابه حدها را زیر مشابه حد نوشته می‌کنیم. یا مثلا از مشابه حد را دیگر تفریق می‌کنیم. در جمع می‌گیم درست. اینمی را مشابه یک جای می‌کنیم. مثلا A مساوی x مربع x مکعب منفی x مکعب مثبت x مربع مثبت x منفی 7. می‌بینیم b مساوی منفی x مکعب مثبت x مربع مثبت 4x و مثبت 3. ما شما گفتیم که اینمی علامات چی مفروق را تغییر می‌کنیم. یعنی معکوس جمعی می‌کنیم. اینجا علامت چیست؟ منفی است. این را مثبت می‌کنیم. این را منفی می‌کنیم. مثبت است منفی می‌کنیم. این مثبت است. این را منفی می‌کنیم. مثبت است منفی. مثبت است منفی. اینمی منفی x مکعب و مثبت. اینمی بالا علامت غرض نمیگه من دیگه خلاص شد. نه باید کدام علامه نوشته کردیم از او کار میگیریم. منفی x مکعب و مثبت x مکعب. خلاص. مثبت x مربع و منفی x مربع. این خلاص شد. مثبت x و منفی 4x. منفی 4 و مثبت 1x. چند میشه؟ منفی 3. یعنی مثلا 4 روپیه ما شما قرضدار هستیم. 1 روپیه داریم منو 1 روپیه رو چه میمانه؟ 3 روپیه قرضدار پس نمانی بینید منو قرضداری چی است؟ منفی 7 است. یعنی منفی 3x. منفی 7 ثابت است و منفی 3 یه هم میشه منفی 10. این را ما شما عمودی تفریق کردیم. یعنی ما شما افقی هم تفریق کردیم. مثلا کلمه A است مساوی منفی x مکعب مثبت x مربع منفی مثبت x و منفی 7. اینمی ما شما معکوس جمعی می‌کنیم. یعنی معکوس عملی می‌کنیم. تفریق ما شما این چیز تفریق است. اینمی منفی قوس شما می‌کنیم. اینمی دوم کلم در قوس نوشته می‌کنیم. چرا که ما شما اینمی علاوه دوم قوس ضرب کنیم. منفی x مکعب مثبت x مربع مثبت 4x و مثبت 3 قوس می‌کنیم. اینمی پس اینمی کلم نوشته می‌کنیم. منفی x مکعب یعنی اینجا نوشته می‌کنیم که a منفی b مساوی میشه. این هم میتون A منفی B. خب مثبت x مربع مثبت x منفی 7. اینمی علامت در این کل یک قوس ما شما ضرب می‌کنیم. منفی ضرب منفی مثبت x مکعب منفی ضرب مثبت منفی
x مربع منفی ضرب مثبت منفی 4x منفی ضرب مثبت منفی 3 یعنی نمی علامت یک سری کنید نمی حالت گرفت یعنی پایین علامت هست خب یعنی میلی a منفی b مساوی میشن منفی x مکعب و مثبت x مکعب مشابه بگیرید توانای شیء قسم باشه این کتابی خلاص شد مثبت x مربع و منفی x مربع این خلاص شد مثلا یک x مربع ما شما داریم و یک x مربع ما شما قرض است و یک بدیم پس ولی چی میشه خلاص میشه دیگه کتابی خلاص مثبت x و منفی 4x منفی 4 و مثبت x چه میشه یک بدیم چه میشه منفی 3x منفي 3x منفي 7 ومنفي 3 يشان بشن منفي ده بس انمي هذا وانمي هذا تيجي كذا شو هذا تايك سر ميم تعرف يك مثال ديجا هم هذا بيقولي پولینوم A و پولینوم B آمده دو مربع منفی دو C مربع منفی دو D مربع و منفی دو E مربع خب B پولینوم که است و باز D مربع منفی 3C مربع منفی 3D مربع منفی 3E مربع و منفی F مربع إذا أكاديمي جهاد من المجمع حسنا تعمل بس المجمع يشتغل فكذا والمجمع أصلا علامات شماشون تغيير A منفي B A منفي B مساوي مش علامة مثبت منفي منفي اس مثبت منفي اس مثبت منفي اس مثبت منفي اس مثبت دو بی مربع و منفی بی مربع دو بی مربع ما شما داریم یک بی مربع تفریق کرزدار است و نمبر یک ما شما است و هم یک بی مربع بیتون چند میمانه تنها مثبت بی مربع میمانه منفی دو سی مربع و مثبت سی مربع دو کرزدار از سی که دو بیتون چند میمانه یک تنها مثبت سی مربع میمانه या एक सी मरबा दूडी मरबा और मस्बत मंफी दूडी मरबा और मंफी से डी मरबा इचनमेशन मस्बत तनहा डी मरबा मेन तरफ एलिमिनेशन मंफी दूडी मरबा और मस्बत से ई मरबा बात समझ में एक ई मरबा मस्बत अलबत्ते कलाम क्या सलाम है मस्बत एक ई मरबा व दराखिल मान F مربع ده پولینوم A ما شما F نداره اما در پولینوم B ما شما داره این در مفروق داره ولی مفروق منه نداره پس ما شما این میگه خود این میگه میگیم که مثبت F مربع انا میگم حاصل التفريق پولینوم ها که ما شما تنها این علامات تغییر میکنیم بس خلاص